مزمور 46:1 خدا ملجا و قوت ماست. آمین. مزمور 46:1 خدا ملجا و قوت ماست. آمین. Is our refuge and strength. Psalm 46:1. Amen. Psalm 46:1 God is our refuge and strength. مزمور 46:1 خدا ملجا و قوت ماست. به نام عیسی مسیح. آمین. God is our refuge and strength. مزامیر 46:1 خدا ملجا و قوت ماست. آمین. مزمور 46:1 خدا ملجا و قوت ماست. آمین. Psalm 46:1 God is our refuge and strength. Amen. مزامیر 46:1 خدا ملجا و قوت ماست. آمین. خدا ملجا و قوت ماست. مزامیر 46:1 خدا ملجا و قوت من است. آمین. خداوندا شکرت که تو ملجا و قوت ما هستی. خداوندا شکرت به ما که تو قدرت میدی. خداوندا شکرت برای اینکه تو سقف بون ما هستی. خداوندا شکرت برای اینکه ما پیش هم هستیم. شکرت برای اینکه تو ملجا و قوت خوب ما هستی. خداوندا ای خداوند شکرت که تو قدرت تو به ما دادی تا ما بتونیم زنده بمونیم. خداوند شکرت. خداوند آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها میدونین این علامت یعنی چی؟ آفرین، یعنی اینجا استفاده از تلفن ممنوعه. حالا این یکی علامت، میدونین این یکی یعنی چی؟ آره، یعنی stop ایست. بچه ها ما هر روز نشونه و علامت های زیادی میبینیم. امروز هم میخوایم راجع به یه نشونه‌ای با هم صحبت کنیم. این عکس رو ببینین. میتونین دارن چی کار میکنن؟ این عکس یه نفره که داره تعمید آب میگیره. امروز میخوایم راجع به تعمید یاد بگیریم. سلام زریبری، سلام خاله مهسا. شما میدونستی که حتی عیسی مسیح تعمید آب گرفت؟ سلام خاله پگاه، سلام بچه ها. خاله مهسا شما تا حالا دیدین کسی تعمید آب بگیره؟ بله زریبری، بله بچه ها، من تعمید خیلی ها رو دیدم. حتی خودم هم تعمید گرفتم. اوه چه جالب. من تا حالا تعمید کسی رو ندیدم خاله مهسا. هر کسی میتونه تعمید بگیره؟ بله زریبری، تعمید نشونه اتحاد ما با مسیحه. دوستی همیشگی ما با خدای زنده. دوست داری با هم تعمید عیسی مسیح رو ببینیم؟ بله خیلی دوست دارم. پس پاشید بچه ها بریم با هم داستان امروز رو ببینیم. بریم خاله مهسا. مسیح رفت تو آب، موهاشم خیس شد. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم میداره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم.
دست هم رو بگیریم. 1 2 3. یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. ملاکی نبی توی کتاب مقدس نوشته که خدا قبل از فرستادن نجات دهنده مخصوصش کسی رو میفرسته تا راه رو برای اون آماده کنه. پس یحیی قبل از عیسی اومد و در کنار رود اردن موعظه میکرد. یحیی میگفت راه رو برای خداوند آماده کنید. خدا قراره یه نفر خیلی مهمی رو برای قوم خودش بفرسته. راه‌های خودتون رو عوض کنید، از بدی‌هایی که انجام میدید دوری کنید و تعمید بگیرید. پس مردم هم همین کارو کردن. اونا پرسیدن آیا تو همون کسی هستی که خدا قول داده؟ یحیی جواب داد نه. من حتی لیاقت بستن بند کفشاشو هم ندارم. اون کارهای عجیبی قراره بکنه. حالا میبینید. عیسی برای تعمید آب پیش یحیی اومد. وقتی یحیی عیسی رو دید به اون گفت نگاه کنید، این برای خداست که قرار گناههای جهان رو پاک کنه. عیسی به یحیی گفت میخوام منو تعمید بدی. یحیی جواب داد نه، این من هستم که باید از تو تعمید بگیرم. عیسی پاسخ داد به من اعتماد کن، این کار درسته. پس یحیی عیسی رو تعمید داد. بچه‌ها، روح خدا مثل یک کبوتر بر عیسی فرود اومد. خدا گفت این است پسر من که دوستش دارم و از اون خوشنودم. وای خاله مهسا، من چقدر عیسی مسیح رو دوست دارم. اون با این که میتونست خودش رو هم تعمید بده ولی از یحیی خواست که اون رو تعمید بده. بله زریبری، بله بچه ها، عیسی مسیح خودش هم تعمید گرفت. زریبری اینا چیه؟ من نمیدونستم برای تعمید باید رفت توی آب، وگرنه میخواستم اسباب بازیامو تعمید بدم خاله مهسا. زریبری میدونی چرا با آب تعمید میگیریم؟ چون آب رو خیلی دوست داری. من که عاشق آب بازیم خاله مهسا. نه زریبری، وقتی میریم زیر آب نشون میدیم که همه اشتباهامونو گناهامونو تو آب میذاریم و میایم بالا. وقتی میایم بالا نشونه زندگی تازه در عیسی مسیحه، یعنی که زندگی تازه در عیسی مسیح پیدا کردیم. این اسباب بازیای منم میخوان با عیسی مسیح زندگی تازه‌ای داشته باشن. یعنی از خدا خواستن که اونا رو بابت اشتباهاتشون ببخشه و بیاد توی قلبشون؟ نه هنوز نه. میشه من به جاشون دعا کنم؟ میشه؟ بله حتما، چرا که نه. بس خدای بزرگ، من و اسباب بازیام خیلی تو رو دوست داریم. ما رو ببخش بابت همه اشتباهاتمون و بیا تو قلبمون خونه کن. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین 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 آمین. حالا بریم زیر آبو بیایم بیرون. در نام عیسی مسیح. هورا. چه خوب زریبری. حالا بیا بریم با هم یه سرود شاد بخونیم و تولد تازه عروسکاتو جشن بگیریم. پاشید بچه‌ها. بریم این عروسک هم تموم شد. بریم اون یکی تصمیم گرفتم در پیش روم. تصمیم گرفتم در پیش روم. تصمیم گرفتم در پیش روم. در پی عیسی هر روزه. با من بگید I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. بچه ها، من تصمیم گرفتم دنبال عیسی مسیح برم. شما چی؟
گرفتی. ووهو! پشت بر جهان و رویم بر صلیب، پشت بر جهان و رویم بر صلیب، پشت بر جهان و رویم بر صلیب، در پی عیسی هر روزه. با من بگی The cross before me, the world behind me. Oh yeah. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. زریبری به شما و به عروسکات تبریک میگم. وقتی ما تعمید میگیریم به همه نشون میدیم که بهترین دوست ما عیسی مسیحه و همه گناهمونو پاک کرده. بچه ها بیاین با هم آیه امروز رو بگیم. آماده این؟ اول پتروس 1:3 شکر بر خدا پدر خداوندمان عیسی مسیح. 1 Peter 1:3 Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. کیمیا جان سلام، میتونی این آیه رو برای ما بگی لطفاً؟ بله خاله، سلام بچه ها. اول پتروس 1:3 شکر بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح. آفرین بچه ها، ما باید همیشه خدا رو شکر کنیم و نشون بدیم که از خدای پدر ممنونیم بابت همه چیزایی که داریم و نداریم. بیاین با هم دعا کنیم. خداوندا مرسی که ما رو از گناه آزاد کردی و هر روزه ما رو برای اشتباهامون میبخشی. به ما هم کمک کن که برای تعمید آماده بشیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها یادتون باشه که حتی در سخت‌ترین موقع‌های زندگیمون عیسی مسیح در کنارمون هست. پس این رو همیشه به یاد داشته باشیم. تا دفعه بعد خداحافظ بچه ها. عشقای قشنگم، یادتون نره آیاتون رو برای ما بفرستین.